سلام، من پوریام و اینجا اتاق بنفش چطوره؟ قسمت سوم از فصل اول اتاق بنفش رو با هم پی میگیریم با همراهی محمد عزیز و لطفی که کرد و اومد داریم با هم گفتگو میکنیم درباره فرایند رشد بچه. در قسمت اول فرایندهای پیش از بارداری رو با هم مروری کردیم. در قسمت دوم روی 1000 روز طلایی تأکید کردیم که یک جمع‌بندی فوق‌العاده هم محمد داشت آخرش و یک چک‌لیست خیلی موثر و کارآمد داشتیم. و حالا محمد جان 1000 روز تمام شد و آیا بعد از این 1000 روز که 1000 روز طلایی بود و شما گفتید نباید دست به بچه زد، ما هم فرایند رشد طبیعی رو منحرف کرد، حالا بعد از این 1000 روز دیگه میتونیم شروع کنیم اون دست بزنیم به بچه و یکم اونجوری که دوستش داریم، حالا قدش رو بکشیم، آیکیوش رو بکشیم بالا، یک کاری باش بکنیم، یا همچنان همون قاعده قبلی حکم فرماییم؟ سلام مجدد پوریا جان. تلاشم این بوده که تو این 2 قسمت قبلی آگاهی رو بدم و در واقع این جریان گفتگو رو تلاشم این بوده که جا بندازم که اصلا دغدغه بشه برای خیلی از خانواده ها، والدین، اصلا بچه دار بشیم یا نه، با بایدها و نبایدهاش آشنا بشم، بعد بیام روی 1000 روز. میخوام با آمار شروع بکنم قسمت در واقع اول بخش سوم گفتگومون رو. ببین از سال 2012 ما وارد سوشال شدیم. من یادمه من ورودی 88 بودم تو دانشگاه، تازه فیسبوک مد شده بود، وبلاگ بود قبلش. اولین تجربه سوشال من این بود. بعد از وبلاگ اومده بود فیسبوک، خب تازه داشت ترند میشد. خب احتمالاً اونور 2012 زودتر از ما درگیر سوشال شدن. آمار حالا ببین، یه جهش نسبتاً عجیب غریب ما بعد از 2012 داشتیم توی افسردگی نسل الانی که جوانن. ببین اینجوری همه نمودارا میاد، اینجوری شده از 2012، از وقتی که سوشال وارد یا شبکه اجتماعی فارسی وارد زندگی های ما شده. ما عدد ارقامی که اینجا نداریم مثلا بفهمیم آمار خودکشی چقدر زیاد شده، آمار افسردگی چقدر شده، آمار چاقی زیاد شده، ولی حداقل بخشی از کشورها که اهل عدد و حساب کتاب هم، مثل آمریکا، مثل انگلیس، من حالا دارم اینجا در واقع آماری رو میدم که تو رفرنس ها دارم بهش اشاره میکنن، یعنی مستند رو هوا نیست. برای در واقع اونایی که حساب کتاب کردن دیدن این آمار عجیب غریب از سال حدود 2012 اومد. 2012 مثلا فیسبوک اینا اومدن، بعد دیگه یواش یواش هی بیشتر و بیشتر شد تا رسیده به الان یا اکنونی که دیگه بخش جدای ناپذیر زندگی ما هست. و بازم از همون اول بگم من اصلا نمیخوام و نمیتونم هم بگم که این سوشال بد است. حتما خوبی بدی خودشو داره، مثل اینترنت. کسی من میتونه بگه اینترنت بده خوبه؟ مثل خود در واقع از بین سوشال ها اینستاگرام. من اینستاگرام رو سم میدونم ولی فوق العاده یه فرصت میدونم و دیدم برای خیلی از آدم ها. در کنار باز در واقع خوبی که داره، یه سری آسیب هایی داره که بخشی از این آسیب ها رو ما آگاهیم، بخش آگاه نیستیم. اونایی که دارن تو این فضا سیر میکنن با این آمارهای وحشتناک چاقی، افسردگی، انزوای اجتماعی، یه ذره کندوکو کن تو دورور خودت، نوجوانهای دورور خودت، ببین تو چه اوضاع احوالی. من از اونام که اعتقاد ندارم که نسل زد خیلی اوضاعش خوبه. اتفاقا میگم چقدر اینا بدشانس بودن و چقدر بدشانسن نسل بعدی آلفا بتا، اصلا معلومه چه بلایی سر اینا قرار بیاد. یعنی یه ذره من تهاجمی ترم نسبت به این نسل، میگم اینا خیلی بدشانسن، اوضاعشون هم خیلی خرابه، تک و توک اوضاعشون خوبه، به خاطر اینکه از یه چیزای محروم شده نوجوان امروز ما و جوان فردای ما که من و تو در عین خوششانسی گذروندیم. بذار یه ذره مثال بزنم برای تجربه، برگردم به فضای تجربه شخصی خودم. من اینجوری بودم کودکی، صبح پا می شدم، صبحونه رو حدود 7 تا 8 میخوردم، میزدم به کوچه. نزدیک 7-8 تا پسرمو داشتم، 4-5 تا دخترمو داشتم
بعد 19-20 تا پسر بودیم، پسر با هم میرفتیم کوچه خیابون، از این خرابه به اون خرابه، از این باغ به اون باغ. تجربه میکردم، هیچ آگاهی نداشتم ولی شرایط سیف بود. یعنی این نگرانی رو خانواده من نداشت که الان میره بیرون دوز میزنه این بچه ما رو. نه، مثل همه بچه‌ها به عنوان بخش از کالچر و فرهنگ روستای ما که الان البته واقعا کم رنگ شده متاسفانه. پرانتزی بگم، من حتی فهمیدم که تو بخش از کشورها اومدن بعضی از خیابونا رو میبندن تو روزای خاصی، بعضی از در واقع خیابونای اصلی رو، بعد میگن شهرداری میاره وسیله‌های پارک رو میندازه تو خیابون، میگه بچه‌ها بذار بازی کنن، هیچ کسی حق رفت آمده وسایل نقلیه نداره. یعنی اونا فهمیدن که چقدر این محیط بازی سازنده است. برمیگردم به تجربه خودم، صبح میزدم تا ظهر بازی میکردم، خسته کوفته میومدم، به زور مامان میخواست، حالا تابستون اگه بود منو مثال بخوابونه بابا مامان، نمیخوابیدم، بازم میرفتم کوچه تا حدود 7 و 8 شب خسته کوفته میومدم تا میرسیدم شام نخورده میخوابیدم. این تجربه چند ساله من بود. یه فرصت بی‌نظیر داشتم، وقتی میرفتم کوچه خیابون هیچ اسباب بازی نداشتیم، اصلا اسباب بازی وجودی نداشت. اون دیگه اوضاعمون خیلی خوب بود، یه ماشین شکسته میگرفتیم دستمون میرفتیم، خودمون خلق میکردیم، با این خاکی که بود آب میریختیم، در واقع این شکل درست میکردیم، آب از اون بالا میریختیم. تجربه مثلا میگفتیم آسیاب اسمشو میگفتیم. یا مثلا میرفتیم تو خرابه هایی که حالا بافت روستا اینجوری شده بود که انگار منتقل شده به جای جدید، جای قدیمه بود، همینجور در می آوردیم هر چیزی رو، کلوخ در می آوردیم، چوب در می آوردیم. بعد همه بزرگان میافتادن دنبال ما که چرا داری خراب میکنید، و این کار افتادن دنبال ما و فرار کردن عالی بود. میرفتیم تو باغ و تاباوری من اونجا خیلی درگیر شد. تاباوری رو میخوام کلید واژه اصلی گفتگومون قرار بدم، چیزی که بچه امروز محروم ازش. ببین بچه امروز تجربه گرسنگی نداره، اصلا نمیفهمه یعنی چی گرسنه بودن، چون مامان هر وقت بخواد داره میده. چرا نباید من تو کل زندگیم حداقل چند بار تجربه گرسنگی رو باید داشته باشم، برای اینکه تاباوریم بره بالا. من وقتی دقت میکنم تو دوروریای خودم، وقتی تو مترو قرار میگیریم، من یادم نمایشگاه کتاب بود، خیلی ازدحام جمعیت بالاست، این دوستای من دوروریای من خیلی اذیت شده بودن از اون برقی که تو مترو رفته بود و واقعا داشتن دیوونه میشدن. بعد برای من عجیب غریب بود تو دوره دانشجویی که چرا اینقدر اینا مثلا اذیت دارن میشن. برای من اوکی، حالا 5 دقیقه گرمه دیگه، تحمل کن. تاباوری که ما توی محیط نچرال داشتیم، فرصت تجربه کردنی که داشتیم و خطراتی که ما رو تهدید میکرد. ببین الان چه اتفاقی داره میفته تو مهد کودک و تو محیط خونه. خانواده میاد اتاقش رو سیف میکنه، مثلا حتی دیوار اتاقش رو از این در واقع کفوشا میزنه، کفش رو کفوش میزنه که مبادا کودک من سرش بخوره به این لبه مبل من، مبادا بیفته مثلا پاش یه زخمی برداره. مهد کودک ها رو میان سیف میکنن، دیوارش رو همه چیزش رو در واقع سیف میکنن، هیچ خطری کودک رو تهدید نمیکنه. چرا نباید من یک کودک 6 ساله 5 ساله هیچ خطری منو تهدید نکنه؟ خیلی بیش از حد سیف کردیم. فضای پارکامون رو ببین چه جوری شده، اومدیم کفوش گذاشتیم تو پارکامون، 4 تا اسباب بازی از پیش تعیین شده هم گذاشتیم، یا تابه یا سرسره است یا ایکس یا ایگرگ، محیط کاملا سیف درست کردیم که بازا مبادا بچه پاش زخمی بشه، مبادا بچه بیفته. من میگم اگه الان نیفته کی با بیفته؟ تو 40 سالگی با بیفته بچه زمین، 4 سالگی با بخوره زمین دیگه، 4 سالگی باید پاش زخمی بشه دیگه، 2 سالگی 3 سالگی باید گرسنگی رو یه جاهایی تحمل کنه، تشنگی رو باید تحمل کنه. خانواده میگه که من بچه‌مو نمیبرم بیرون چون هوا سرده، نباید این بچه تو سرما بره پارک. کی گفته نباید بچه تجربه سرما داشته باشه؟ کاپشنشو بپوشون بذار دستش سردش بشه. کی میخواد پس این تاباوری رو به خودش داشته باشه؟ ظاهرش سرما گرماست، باطنش میشه تاباوری. شما اینجا هم دوباره دنبال اون فرایند ارتباط درست با ما محیطیم که محیط هدیه‌شو به من داده، محیط درختشو داده، خاکشو داده، خطرش هم داده. ما حالا یه ذره در واقع خطرامون عجیب غریب بود، مثلا سنگ بازی با هم می‌کردیم. الان دارم فکر می‌کنم چه خوش شانس بودیم هیچ کدوم معلول نشدیم، چشمی گوشی. یعنی واقعا یادمه ما 2 تا مثلا گروه می‌شدیم، بعد با هم دیگه رو با سنگ می‌زدیم. خیلی عجیب بود و واقعا میگم چجوری شده هیچ کدوم آسیب ندیدیم. الان خودت می‌گی ترسناک نیست؟ ببین این میشه غیر سیف، غیر استاندارد. ولی این که من به عنوان پدر مادر بیام یقه مسئول مهد کودک رو بگیرم که چرا بچه فلانی بچه منو هول داد، ظلم در حق بچه خودم.
این حمایت نیست؟ بیش از حد. من میخوام همه چیز رو سیف کنم برای کودکم، همه خطرات، همه تهدیدها رو دارم از کودکم دور میکنم که مبادا اوف بشه. این اوف شدن لازمه دیگه. لازمش چیه؟ من اسمشو به عنوان مهارت شناختی میذارم تاباوری که منو نگه میداره برای سن بالا. اگر شرایط الان من به هم میریزه سر یه چالشی، نمیبازم خودمو به عنوان آدم بزرگسال. لازمه این که الان خودمو نبازم، لازمه این که الان خودمو وفق بدم با شرایط. الان من نیست، دانشگاه چیزی به من نداده، دبیرستان چیزی نداده، اون تجربه 1000 روز طلایی بعدش 3-4 سال اول داده. در واقع تو داری به ما میگی که اون بچه برای اینکه بعداً وقتی همسن تو میشه بتونه رو پاش وایسه، باید بچگیش بخوره زمین که ایستادن یاد بگیره. اما من خودم میذارم جای پدر مادر، خیلی باهات موافقم یعنی تئوری خیلی باهات موافقم، خیلی حرف درستیه، خیلی حرف صحیحه، تاباوری هم یه مفهوم مدرن ولی دارم میگم خب اون حد امن کجاست؟ خب حد امن برای من اینه که این مبل سرشو بپوشونم که کلش نخوره بترکه یهو. این حد امن از کجا پیدا کنم؟ کجا میشه مطمئن شد؟ آیا باید بپذیرم که هیچ اطمینانی به یک معنا وجود نداره، یعنی حتی تو خونه، یا باید وضعی استانداردی تعریف کنم؟ ببین من اینجوری به قضیه نگاه میکنم، حد و مرز رو هر کسی بنا به شرایط فکری و روحی و روانی خودش تعیین میکنه. فقط این دنبال اینم که آگاهی بدم که لزوما من مامان خوبی نیستم اگر بچه من هول میده من میرم یقه مهد کودک رو میگیرم. حداقل به خودت مامان برچسب نزن من مامان خوبم حواسم هست کسی به بچه من فحش نده، من مامان خوبم حواسم هست یه موقع بچه من پاش خون نیاد. این برچسب رو حداقل از رو خودم بردارم، این ادعا نکنم من مامان خوبم، یعنی این ضربه میخوام به اون در واقع مایندست یه مامان بخوره که مامان تو مامان خوبه لزوما نیستی اگر خیلی حواست به بچه خودت هست. اتفاقا شاید یعنی دارم الان میذارم خودمو اینور با این نگاهی که تو داری، کار درست اینه که به بچه رو تهییجش کنی که برو خودت وایسا و اگه نیاز پاسخی بدی خودت بده، تو همون قالب بچه گونه. یعنی برو بگو من اصلا نمیترسم مثلا دیگه نیازش مادر بره درگیرشه. اینا رو میگم خیلی میفهمم، ولی اون در آوردن این مرزه خیلی سخته. یعنی میفهمم که مثل قسمت قبل باز تاکیدت رو اینه که خیلی وسواسی نشید و اینو به عنوان امتیاز برای خودتون ثبت نکنید. آره ببین بذار اینجوری به قضیه نگاه کنیم که ما میخوایم گفتگومون بره به این سمت که مامان اول آگاه بشه و ته گفتگومون یه چند تا راهکارم بگیم. مثلا من در مورد دیجیتال وقتی صحبت میکنم مگر میشود نداشت؟ اصلا ضرورت زندگی دیگه نمیشه جدا کرد، باید باشد، ولی میشه یه کارایی کرد، راه وجود داره. یه جای آفرین، یه جاهایی حداقل یه کارایی از دست من بر. مثالش من گفتم یه تجربه زندگی روستایی الان یه فرصت هست، اگه دارم حداقل اینه که تابستون پاشم، مثال میگم اگه شرایط هم ایجاد میکنه پاشم برم کودکم محروم نشه، اگه پدری مادری عمه‌ای خاله‌ای دارم فضایی میتونم حتی فراهم بکنم در واقع این محرومش نکنم کودکم و حداقل اینو بدونم که اون بچه روستایی دیگه اون بچه محرومه نیست، دنیا عوض شده، بچه محرومه بچه منه. اگه من دارم تو قلب تهران زندگی میکنم، بچه فقیره الان بچه وسط تهرانه که توی آپارتمان 80 متری داره زندگی میکنه، صبح تا ظهرم تازه اگه مامانش اوکی و باباش اوکی داره میره مهد کودک. مهد کودک من ببین چه آسیبی داره میزنه. اینا آگاهیاستا. ببین مهد کودکو اومدن چیکار کردن؟ همه بچهای همسن و سال گذاشتن یه جا دسته‌بندی میکنن دیگه، میگم مثلا برو تو گروه نمیدونم چهار مثل مدرسه است دیگه. آفرین مثل مهد. حالا غیر از اون بحث سیف بودن و هیچ خطری نباید تهدید کنه، خود کاتگوری مهد رو ببین. ولی تو واقعیت من و تو چه جوری تجربه میکردیم؟ ما میومدیم تو کوچه، حالا پسرمو دخترمو و هر چیزی، یه قلدره بود، یه ضعیفه بود کنارمون، یه دختره بود، یه پسره بود، یکی توم میدوید، یکی خوب بلد بود فوش بده، یکی خوب بلد بود ایکس کنه و تنوع زیستی جالبی داشت، مثل خود اجتماعی که بعدم باش مواجه میشد. ببین همه داستان بازی ما، یه جمله هست من نمیدونم از کدوم بزرگوار روانشناسی میگه بازی زندگی تو آینده است.
یعنی همه زندگی که الان منو تجربه کردیم و من و تو قبلا تو بازیامون گذروندیم و کودک ما با یه خلایی وارد این اجتماع می شود. تو یادت بیار برای اینکه وارد یه گروه بشی چه تجربه‌ای داشتی؟ باید میرفتی یه اکیپ بودن بچه‌ها دیگه، مثلا گروه فلان، گروه محله فلان. اگه تو مثال محیط شهری بودی ولی خب کوچه رو داشتی، اگر مثل من تجربه زندگی روستایی داشتی، 2 تا 3 تا اکیپ بودیم، 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا پسر بودیم، گاهن تک و توک دختر در واقع حالا همسن سال ما هم کنار ما بود. بعد هزینه من میدادم برای اینکه وارد این گروه بشم. باید خودتو می‌کنیم که بپذیرنت و حتی احتمال داشت. آره میگم هزینه میدادم من برای اینکه منو بپذیرن تو این گروه. اصطلاحاً باید یه مدت پادویی میکردم، اوکی، تا خودم بعداً برسم اگه شخصیتشو دارم به این که منم بشم هد گروه. با پادویی شروع می‌کردم. آدم بزرگه، آدم متوسطه، نمیدونم معاونه، مجریه، اینا همه نقش داشتیم دیگه. هر کی یه نفر در واقع نقش پادویی داشت، یه نفر نقش لیدر رو داشت، هر کدوم از اینا نقش داشتیم. بعد اینو میپذیرفتیم و برای خروج از اون گروه هم هزینه میدادیم. به همین راحتی حاضر نبودیم از دستش بدیم. کودک الان همچین تجربه‌ای نداره. کودک الان چه اتفاقی براش میفته؟ از وقتی که اصطلاحاً وارد مدرسه میشه، وارد دنیای سوشال میشه، هیچ هزینه‌ای بابت دوستی پایدار نمیده. الان من فکر میکنم 50% بچهای امروز ما دوستی ندارن، اون چیزی که ما عامیانه بهش میگیم رفیق. الان بچهای ما الان من هم تو بچه‌ای رو داریم که از حدود سن پایین با همون بودن دوستیم، هنوزم هزینه‌شو دادیم، پاش هستیم. و کودک امروز توی خلای یه دفعه وارد سوشال میشه، شبکه اجتماعی میشه، بدون هزینه‌ای وارد گروه میشه، گروه نمیدونم ایکس ایگرگ هر چیزی. بعد همزمان تو 3-4 تا گروه همزمان میتونه لفت بده، همزمان میتونه وارد بشه، هیچ درکی از این روابط نداره. بعدش هم وارد مهد کودک میشه، مهد کودکش هم سیفه، هیچ خطری تهدیدش نمیکنه، سرما گرمایی تحمل نمیکنه، هیچ کسی نباید فوشش بده، هیچ کسی نباید هولش بده. آره. بعد با این فاز وارد دوره نوجوانی میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه آمار رشد 40% افسردگی و مشکلات ارتباطی تو نسل نوجوان امروز ما. آمار خیلی وحشتناکه و هنوز جامعه ما با این به این بلوغ آگاهی نرسیده که چه خطری داره تهدید میکنه کودک امروز ما رو. خب من اینو محمد میپذیرم ازت که آره این وضعیت بده دیگه، این اصلا انقدر بده که کی میاد انکار کنه که بده، ولی یه چیزایی تو ذهنم گنگه. اون روستایی که شما میگی امروز نیست، یعنی به شکل فیزیکی خیلی از روستاهای ما خالی از سکنه شدن. خیلی از آدم‌ها روستا ندارن، خیلی از آدم‌ها امکان این که حتی مثلا برن تو طبیعت تفریح روستاوار کنن، نه اینکه یه روز برن طبیعت ماهی بگیرن، نه، یعنی اون اجتماع رو در روستا تجربه کنن دیگه ندارن. اتفاقا این آدم‌ها اگه یه ذره مثلا با آدم‌های مثل شما در ارتباط باشن، میگن ما چیکار میکنیم؟ خب ما بچه رو میبریم مهد کودک. یعنی تو ذهن من وقتی شما داشتی حرف میزدی این بود که روستا رو نداریم، اما پوریا بچه رو میبریم مهد کودک. ولی این مهد کودک هم که نمیشه برد، یعنی مهد کودک هم داره شرایطو بدتر، ایدئال نیست، داره شرایطو بدتر میکنه. خب چیکار میشه کرد؟ یعنی خب همه امکان ندارن که هر پدری مادری بشینه خونه بچه‌شو بزرگ کنه، یا پدر بزرگی باشه، مادر بزرگی باشه، خاله‌ای باشه، یاری کنه در این زمینه. میبره مهد کودک، دیگه بهترین مهد کودک که زورش برسه. ولی این چیزی که شما میگی سیستم مهد کودک معیوبه. چه راهی وجود داره؟ باید بپذیریم این هست و این چالش افسردگی هست و سعی کنیم تو خونه جبران کنیم، یا بزرگ شد بره درمان کنه، یا راه هست. ببین نگاه همین نیست که بگم مهد کودک بد است، نگاه همینه که آگاه کنم که مهد کودک میتونه از این کس بهتر بشه. یعنی به مامان بگم مامان اگه بچه تو رو هل داد، پا نشو برو جلوی مهد کودک، حالا به خاطر یه هل دادن ساده مهد کودک درشو ببند. و اون مهد کودکی هم که در واقع مسئولش مربیه، با بدون یه جایی دخالت نباید بکنه سر دعوای بچه‌ها. میدین چی؟ الان مهد کودک خوب ما مهد کودک کاملا سیفی شده که یه مربی مثل هلیکوپتر بالا سر بچه‌هاست، حواسش هست، هیچ کی به هیچ کی فوش. اینجا مهد کودک خیلی خوبیه، هیچ کدوم از بچه‌ها فوش نمیدن. اینجا مهد کودک خیلی خوبیه، چون اگر بچه یکی رو هول بده اون بچه رو بیرون میکنن، تو نباید تو جمع باشی. همه بچه‌ها اینجا اصطلاحاً همه اینجا هم مثل قبل تاکید بر این که محیط نباید
دستکاری که آفر آزمایشگاهی نباید من اگر به عنوان مدیر متن، به عنوان مربی متن، به عنوان مادر به این آگاهی برسم که این دعواه بخشی از زندگی بچه منه، اگر الان دعوا نکنه فردا با کی میخواد دعوا کنه و چجوری میخواد تعارضاتش رو حل کنه. ببین قبول دارم که یه جاهایی رو نمیشه کاری کرد. مثلا من نمیتونم الان تجویز بکنم بگم مامان بچه دوم و سوم چقدر میتونه کمک کنه و تک فرزندی چقدر بده. نه تو جایگاهشم، نه واقعا خیلی مسئله پیچیده ایه. من نگاه خودمو دارم که اگر قرار باشه خودخواهانه فقط به فکر بچه ها باشم، میگم بچه دوم سوم واجب است، تک فرزندی خیلی بد است. چرا این نگاهو دارم؟ چون نگاه رشدی به قضیه دارم. من نگاهم اینه که هیچ وقت یه مادر نمیتونه جای یه بچه رو بگیره. چرا؟ چون مامان چه بخواد چه نخواد میخواد معلم بازی در بیاره. بعد مامان که نمیتونه به بچه خودش فحش بده، ولی یه همسن سال فحش میدن به هم. مامان که نمیتونه بیفته تو دعوا بگه معلمم. مامان میخواد مدیریت کنه، سازگاره، گوش میکنه، دعواش سیفی که میگی با همون برادر خواهره رو، با اون برادر خواهره و پسرم و دخترمویی است. خب آقا من بچه دوم ندارم، حداقل اگر پسرمو دارم و به گونه‌ای که میتونم رفت آمد کنم، این رفت آمد رو شکل بدم. فکر نکنم که حالا اون پسرموی بده چون اگه برم بچه من هول میده. اتفاقا چقدر جالب، اون پسرموی یه نعمته برای بچه من، چون داره بچه من هول میده. پسرموی فحش میده چی؟ فحش بده. من همیشه نگاهم اینه، خب کی مگه فحش بلد نیست؟ اتفاقا قسمت قبلم هست. آره همینا داشتیم صحبت می‌کردیم. همه بچه‌ها فحش بلدن، منم بلدم، الان شما هم بلدی. اوکی، حالا یکی آبدارش بلده، یکی یه ذره در واقع کما بشو. در نهایت ما این و هوش اجتماعی ماست که بجا از فحش استفاده میکنیم. ترجیح میدیم تو یه محیط به درد بخور از این فحش استفاده کنیم، چون فحش هم با اوکی باشه دیگه. ما یاد یه مسافرت خارج از ایران رفته بودیم با چند نفر، بعد یه جایی رفتیم ما رو راه نداد، با یه بدرفتاری اون مسئول پارک اصطلاحاً بیرونمون کرد. بعد یکی از همراهای ما خواست فحش بده. خب فحشه که نمیومد انگلیسی، فحش تو خزانش تو اون لحظه نبود. بعد برگشت گفت یار بد پیپل. ما اصلا دیگه بعد از اون این فحشه افتاد شما مردمان بدی هستید، این فارسیش میشه. این فحشش بود دیگه. این فحشه اونجا واقعا لازم بود، مگه من بلد بودم این فحشه به درد بخور میدادن به اون یارو. پس فحشه چیز بدی نیست اگر قرار باشه یه جایی گره از کار من فحشه رو بلدم، فقط هوش اجتماعی من ایجاب میکنه که یه جایی از فحش استفاده کنم یا نه، اصلا در جایگاه شخصیت من نیست که من بخوام فحش بدم. پس مسئله نیست که فحش بدیم یا نه. ما خونه‌هایی رو داریم که فحش به هیچ وجه رد و بدل نمیشه و از اون ور بچه‌ای رو داریم که با همون بچه در واقع خونه سیف بلاز فحشی با هم میرن یه جا. فحش تو مدرسه داره رد و بدل میشه، ولی یه بچه میاد تو خونه، فضای خونه استفاده میکنه، چون فضا جوریه که میتونه استفاده کنه. یه بچه اصلا تو این فضای بزرگ نشده. پس من نباید به عنوان مادر، پدر و مسئول مهد این نگاهو داشته باشم که همه چیز باید آماده باشد، همه چیز باید سیف باشد، هیچ خطری نباید داشته باشه. و وقتی این نگاهو داشته باشم میتونم از مهد به عنوان یه فرصت استفاده بهتری بکنم. میتونم کلونی تشکیل بدم. با 4 تا بچه تو مهد آشنا شدیم، یه خلق و خوی به هم میخوره، رفیق میشیم، پا میشیم میریم خونه هم دیگه و دیگه اونجا تو خونه آزادم بچه‌ها با هم بازی کنن. اگر حتی مهدم به هر دلیل نگاه مهد نگاه بسته فکر میکنه بچه‌ها نباید به هم فحش بدن، اینا بذار اونجا بچه‌ها بزنن سر کله هم دیگه. این سر کله زدن باید بخشی از زندگی ما باشد. اگر نباشد محرومیم، بیچاره ایم، بدشانسیم. خوشبال اونی که 3-4 تا خواهر برادر دارن، سر غذا با هم دعوا میکنن، سر تدیگ با هم دعوا میکنن. بچه تک فرزند متاسفانه سر تدیگ با هیچ کی دعواش نمیشه، چون مامان تدیگا رو میذاره تو بشقابش. من باید این نرسیدم به خودم رو تجربه کنم، بجنگم، یا زورم میرسه یا صلح میکنم. اگر بچه من هیچ وقت هیچ زوری بهش نرسه، هیچ تنبیهی نشه، هیچ برخورد فیزیکی نشه، فکر میکنه دنیا به همین قشنگیه. دنیا به همین قشنگی نیست. اونی که زورش زیاده باید بیافتی پاش، با مذاکره صلح میکنی، کنارش راه میری، اصلا استفادهشو میبری. آدم قلدر سر کوچه وقتی ما میرفتیم تو کوچه حساب میبردیم ازش، برای من الان درسه. اوکی زورم نمیرسه، سنش بزرگتره و هر چیزی، پس بذار باهاش رفیق بشم. این واقعیت جامعه ماست دیگه، و از هر نظر نگاه کنیم. پس من با چه آینده نگری میخوام کودکم اینقدر پاستوریزه، اینقدر ایزوله، اینقدر وکیومی بیارم بالا، بعد بگم این بچه میخواد موفق بشه، ایکس بشه، ایگرگ بشه؟ نمیشه، اتفاق نمیفته. چرا؟ چون کودک من محروم است از فرصت کردن، محروم است از بازی که عملاً حالا تو ادامه میگم این بازی چقدر میتونه مهم باشه و اصلا چه فرآیندی برای بازی ما میتونیم تدارک ببینیم.
تا اون چیزی که من فهمیدم، بچه که از 1000 روز طلاییش خارج شد، 3 سالش شد، 4 سالش شد، دیگه ما باید شروع کنیم باش یک مقدار رفتار پخته تری بکنیم و اجازه بدیم اشتباهاتش رو بکنه، اجازه بدیم زمینش رو بخوره، اجازه بدیم دست رد به سینش بخوره و اینجوری نباشه که باز از همه بلایای عالم این رو حفظ کنیم. این بخش از فرآیند رشده، ما باید بهش اجازه بدیم. بریم سراغ این بازی، چون بازی هم شما اشاره کردی، هم تو قسمت قبل، هم توی روستا، هم توی مهد کودک. خب ما نگاهمون به بازی اصلا اسمش روشه دیگه، حداقل تو ذهن ما، تو فرهنگ عمومی بازی چه؟ یعنی سرگرمی در مؤدبانه ترین حالتشه. ولی شما تاکید مؤکد داشتی رو این بازی، رو نقشش توی رشد. و من دارم فکر میکنم برای من حداقل، تو من که متولد دهه 70م، بازی بخش مهمش بازی کامپیوتری بود. من همچنان هم شیفته بازی کامپیوتری هم. الان که فکر کنم خب تشدید هم شده باشه. اهمیت این بازی چیه؟ جایگاهش کجاه؟ فقط تو همون 1000 روز طلایی اوله یا نه این ادامه داره بیش از 3 سال و 4 سال و 5 سال و 7 سال و این چیزی بیش از اون بازی چه است که ما تصور میکنیم؟ آره ببین، اصلاح بکنم، پس بازی تفریح نیست، بازی سرگرمی نیست، بازی زندگیه. زندگی تو آینده است و تنها فرصته و بهترین فرصته. اگر من این خلا رو رد بکنم، با بازی تجربه نکنم، بعداً چالش‌های زیادی خواهم داشت تو تجربه‌ام با چالش‌های مختلف. بازی نگاه ما نیست که سرگرمی، حالا ببینیم چی میشه. بازی باید تدارکش رو ببینیم برای کودکمون. یعنی شما فقط بازی برای چیزی نیست که فقط وقتای خالی کودک پر کنه بره تموم شه. نه، نگاه ما اینه که بازی زندگیه دیگه و تو بازیه که من میتونم و فرصت دارم که به بچه یاد بدم سازگاری چیه، تاب‌آوری چیه، در واقع حل مسئله چیه، خلاقیت چیه. دیدی این لاستیک بازی بچه‌ها رو؟ هنوزم هست جاهایی، خب تو شهرها نداریم. این لاستیک بازی اینقدر فوق‌العاده است. بعد چی بود لاستیکه؟ 1000 مدل میشد باهاش بازی کرد. یه بازی ساده ای مثل لاستیک بازی، ما چوب میگرفتیم اینجوری تو کوچه، از این کوچه به اون کوچه، مال هر کی تو اون طرف. بعد ببین تو اون بازی چه اتفاقی میفته. یه بازی ساده رو در نظر میخوام بگیرم که کودک امروز اگه ندیده که و فضاش فراهمه که عالیه. ما یه لاستیک موتور گیر رو میآوردیم از این ور، حالا خود اون گیر آوردن یا میدزدیدیم یا از این ور میگرفتیم، میدویدیم، میرفتیم سر جاده، پیدا میکردیم اون خودش 1001 داستان و زندگی بود. بعد می اومدیم تو این سربالایی با هم مسابقه میدادیم، مسابقه داریم میدیم، برنده مشخص میکنیم. اونجاست که تحمل شکست من میره بالا و میپذیرم که من زورم زیاد نیست، خوب نمیتونم بدم، پس شکست میخورم و باید تلاش کنم. دفعه بعد رقابت رو ببین. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ ممکن بود اونی که زورش بیشتر بیاد لاستیک من از من بگیره، چون لاستیک من مثلا قیافش بهتر بود، یا زورم میرسید وا میستادم نمیدادم یا میدادم دیگه، اوکی. و بابایم نبود بیاد بگه چه لاستیکات رو ما هم عوض کردیم. این تجربه قشنگو ببین. شما اگه به پدرم میگفت خودت باید بری حلش. نه که اون آگاهی نبود، میگه بابا این چه مسخره بود، با بازی میکنه، اصلا اهمیت نداشت. اون خوشبختانه این بود که از ناگاهی خوششانسی داشتیم ما و این خانواده نمیدونست. تک و توک خانواده اتفاقا همون موقع هم داشتیم میومد دخالت میکرد که مثلا فکر میکرد که مثلا بیاد بهترین لاستیک. مثلا من یادمه مثلا یکی از بچه‌ها باباش براش لاستیک نو خریده بود، مثلا بابای امروزی تری بود. بعد همون لاستیک چه کمکی به من میکنه؟ من دویدنم تو بازی بهتر میشه، سراشیبی که میرم میام دارم بازی میکنم ولی دارم رشد میکنم، رشد فیزیکی. بعد اون فاین موتور، حرکات دست، هی میزنم، تعادل دارم، کنترل هیجانم دیگه. اگه یه دفعه محکم بزنم این لاستیک رفته از من جدا شده، ولی باید جوری این در واقع این چوبه رو بزنم به لاستیک، کنترل هیجان و کنترل حرکت داشته باشم که لاستیک پا به پای من بره، من نه عقب‌تر بیفتم نه جلوتر. بعد از لاستیک خسته می‌شدم، احساس تشنگی داشتم. بعد من اینقدر از فضای روستا دور بودم که 2 کیلومتر باید با می اومدم تا آب می‌خوردم. آبی نبود اونجا من بخورم. بعد من 2 ساعت 3 ساعت تشنه بودم ولی به هوای بازی میموندم تا ظهر. یه لاستیک بازی ساده ببین چقدر میتونه اوکی کنه. ما اگر در واقع به عنوان یه دستاندرکاریم، خانواده ایم، میتونیم یه جاهایی بچه رو توی یه محیطی قرار بدیم که هیچ اسباب بازی خاصی نیست، مثل لاستیک فقط،
که بچه‌ها خودشون بازی خلق میکنن. من اگر مسئول مهدیم یا این مثلا اپیزودو دارم میشنوم، میتونم یه فضایی درست کنم که هیچ چیز معناداری تو اتاق بازی من نیست، همینجوری خرت و پرت ریختن. نمیدونم تجربه بازی با آتش خالا داشتید یا نه، چقدر لذت بخشه. مثلا هیچ چی معلوم نیست چی به چیا، هر کی بازی میکنه، هر کی خلاقته، خیلی فرصت فوق العاده. من 2 تا تجربه عالی که داشتم، یکی این بازی تو این در واقع وسیله و خرت و پرتاست، یکی بازی تو خرابه ها، یعنی خونه های خراب شده. این نیست متاسفانه، ولی حداقل دیگه تو مهد کودک و خانه بازی و ایکس و ایگرگ میتونم فضای مدلی ایجاد کنم که 4 تا خرت و پرت ریختن رو هم بچه‌ها هر کاری دلشون از آشفته‌ای که تخیل رو تحریک کنه. این فرصت های من میتونم ایجاد کنم برای کودکم. بله، یا حداقل اگر والدم هستم میتونم از فضای استفاده کنم که همچین نگاهی به قضیه داره، تا فضای آنتیک شیک و پیکی که همه چی سر جاشه، من باید تو این اتاق فقط مثلا ماشین بازی کنم، تو این اتاق برم آشپزی کنم. محمد جان، الان شما یک تصویر خیلی کلی و روشنی به ما دادید برای بچه‌هایی که معمول هستن و ما میبینیم یک طیف از بچه‌ها کودکان خاص هستن، محدودیت‌هایی دارن، حالا یا محدودیت‌های حرکتی با ویلچر با عصا، یا محدودیت‌های شناختی مثل اوتیسم. اینها رو باید چیکار کنیم؟ یعنی اینها هم تو همین فرآیند طبیعی میتونن درگیر بشن یا بهتره نشن، یه فرآیندی براشون طراحی بشه؟ چه باید کرد؟ چون پدر مادرها خیلی چالش دارن، خیلی حتما اینا نگرانی مضاعف دارن. شاید تنها بچه‌هایی که الان اوضاعشون نسبت قبل بهتره هم بچه خاصن، چون که اون حجمه به خاطر شرایط سنتی برداشته شده از روشون. من حتی یادمه مثلا تو هر جامعه، تو هر محیطی خب هستن بچه‌ای با شرایط ذهنی خاص و در واقع چالش‌های مختلفی که از اون شرایط رشد طبیعی خارج شدن، برچسب سری می‌خوردن. اولین برچسب خب محیط میزنه، این مامانش خوب تربیتش نکرده برای بچه‌ای که بد رفتاره، تا حالا بچه‌ای که مثلا لیبل اوتیسم خورده مثلا یه چون اسم عجیب غریبی میذاشتن روش و ماها رو هم حتی محیط میترسون که مثلا نزدیک نشو، ممکنه آسیب بهت بزنه. الان خیلی شرایط بهتر شده، الان هم آگاهی خود خانواده ها رفته بالاتر، هم از اون برچسب زدن سنتی در اومدیم. یعنی که حداقل این نگاه کمتر غالبه که من فکر کنم من حتما کار بدی کردم که بچه من شرایطش خاصه. نه، این نگاه حداقل تو جامعه متمدن امروز ما خیلی کم رنگ‌تر شده. پس این نکته مثبتیه. همه اتفاقات امروز ما گفتیم بعد یه اتفاق مثبتی افتاده، این فرهنگه در اومده. و من یادمه یه چیزی دیدم تو همین عروسک‌های ایرانی اومده بود، در واقع مثلا یه عروسک رو یکیشو بدون چشم گذاشته بود، خیلی قشنگ بود، خیلی دوست داشتم، حس خوبی گرفتم. البته خب میدونم از در واقع باربی اومده بود، الگو گرفته بود، ولی بازم دمش گرم این شرکته. اونا در واقع تو این زمینه‌ها چون خیلی حساس ترن، حتی من گفتم دیگه به واسطه آشنایی و کار با خانواده ایرانی خارج از ایران میدونم که اونا خیلی سختگیریشون کمتره تو ورود کودک خاص به یه محیط طبیعی. یعنی براشون عجیب نیست اگر توی کلاسی یه بچه نابینا بشینه، اگر توی کلاسی یه بچه دارای اوتیسم بشینه، اگر یه بچه کم شنوایی بشینه. ولی برای من تا سالها، برای خود من که الان آشنا مثلا یه نفر سمک میزد، هی برام جلب توجه میکرد که این چیه، داستانش چیه، چرا اینجوریه، یه شنت میذاش اینجاست، مثلا برام عجیب غریب بود، ندیده بودم. و اون خانواده هم دور میکرد، یعنی خانواده هم به عنوان یه عیب، به عنوان یه نقص اجتماعی فرهنگی تو خودش میدید و بچه‌شو میبرد تو گوشه در واقع خونه. الان همون خانواده بهتر شده شرایطش. اوکی، من یه بچه‌ای دارم با شرایط خاص، با استعدادهای خاص، توانایی خاص، و هم جامعه این بچه‌ها رو بهتر پذیرفته و به نظرم فرصت خیلی خوبیه و داریم هم رو به بهتر شدن میریم. الان من دارم میشنوم که تو مهد کودک‌ها حتی تو خود ایرانمون بچه‌های خاص دارن در واقع زندگی میکنن و خانواده‌هاشون هم راحت ترن، ایزی ترن و این فرصت فوق‌العاده‌ایه. پس اگر من یه مامان و بابایی هستم که یه کودک با شرایط رشدی خاصی دارم، اولین توصیه اینه که این بچه حق زندگی دارد و حتما توانمندی دارد تو زمینه‌های خاصی و حقشه که بتونه تو جامعه زندگی خودش رو داشته باشه. پس من باید وارد جامعهش بکنم و جامعه هم وظیفه‌ش اینه. حالا این جامعه میتونه فامیل باشه، مدرسه باشه، سیستم بهداشت باشه که فضا رو فراهم بکنه و اوضاعمون در کل نسبت به قبل خیلی خیلی تو این زمینه بهتره و به نظرم خوبم داریم با این رسانه‌ها. نسبت به قبل فوق‌العاده‌ایم. آره. فوق‌العاده. یه سوال دیگه یا یه چالش دیگه که اینجا پیش روی خانواده هاست و نگرانی دیگه،
دوست داره بچهش بره تو اجتماع، تمام تلاشش هم میکنه، انرژی میذاره، اما یه نگرانی داره. میگه من این بچه رو میفرستم مهد کودک، یک محدودیت حرکتی داره، یه محدودیت حالا شناختی داره. اگه یه موقع به بچه یه چیزی بگن، مخصوصا که میونه بچه ها که ما نمیتونیم انتظار یک ادب و خودداری خاصی رو داشته باشیم، مثلا این بچه آسیبی ببینه، این بچه هم شامل قاعده تاب‌آوری میشه یا نه این بچه نیاز به حفاظت خاص داره؟ ببین قطعا فرق میکنه جنس، حتی تربیت این بچه، نگاهی که ما به رشدش داریم و قطعا خب معنیش اینه که حمایت بیشتری میخواد، ولی معنیش باز تافته جدا بافته نیست. این حسو نباید بدم تو تافته جدا بافته است. مثلا من با کار با بچه لکنت که انجام میدم، داره لکنت که انجام میدم، ارزیابی که انجام میدم، خب خانواده نگاهش اینه که این بچه لکنت داره و حالا ما که بهش چیزی نمیگیم. من واضحا و صریحا به اون مامان میگم امکان نداره بچه تو مدرسه مسخره نشه. اگر بابا خودت توی مدرسه پسرونه رو گذروندی، میدونی که بچه‌ها دنبال سوژن. ما بچه‌ها رو که نمیتونیم سیفشون کنیم، بگیم شما حق ندارید یه نفر مسخره کنید، بخشی از رشد طبیعیه. حالا این که من پشت صحنه چه رفتاری دارم، چه عزت نفسی به این کودکم میدم، نیاز به یه دانش تخصصی تری داره که خب بخشش میشه کار من و همکاران من. یعنی ما تخصصی داریم روی این حوزه کار میکنیم، روی مشاوره‌ای که به این والدین میدیم. نمیشه انتظار داشته باشیم اینجا دیگه پدر مادر تنهایی بتونن بچه رو پشتیبانی کنن. اینجا دیگه حمایت میخوان، مشاوره میخوان، تخصص لازمه و عملا مداخله اینجا معنی پیدا میکنه دیگه. ما قبلیایی که با هم صحبت کردیم در مورد بچهای نرمال این بود که خانواده همه 0 تا 100 رو با یه سری آگاهی و مشاوره کلی و ایکس و ایگرگ میتونه به دست بیاره. ولی در مورد یه بچه خاص قطعا مداخله‌ای به اسم درمان نیاز است. این بچه‌ها مستعد آسیب‌های بیشتری هستند، مستعد مشکلات رفتاری و پرخاش ایکس ایگرگ بیشتره به خاطر شرایط. بله بخشیشو جامعه داره میپذیره، جامعه داره راه میاد با ما، ولی ما هم اینجا نیازمند حمایت‌های خاص هستیم که دیگه میشه اسمش مداخله یا درمان. محمد اگه موافق باشی برای آخر ماجرا و ایستگاه آخر این مسیری که با هم طی کردیم، یکم به پدر و مادر بپردازیم، هم درباره بچه‌هایی که مشکلات مختلفی دارن، هم درباره بچه‌هایی که مشکل خاصی ندارن. خب ما از بچگی بهمون میگن بهش زیر پای مادراست و پدرها هم که کوهن و پشتیبانن و برای همین هم حداقل تا همین سالهای اخیر از مادرها این انتظار، این تقاضا رو داشتن که مادر شدی بهش زیر پات، اصلا چه مشکلی، تحمل کن، چیزی نیست. در حالی که گمان من اینه به عنوان ناظری از دور که دوستانم مادر شدن، پدر شدن، مادر پدر شدن واقعا رنج بزرگیه، واقعا فداکاری میخواد و واقعا باره بزرگیه. یعنی در کوچکترین حالتش بچه چند ماه اول نمیخوابه رسما و این چیز سبکی نیست. دوستان من، همکاران من یه شب سر کار بیدار بمونن، شیفت شب، صبحش اخلاق ندارن، اصلا نمیتونن کار کنن، بازدهی ندارن. گمانم اینه که این حالا نمیدونم این رنج چقدر واقعیه، چون تو ذهن من، تو دیده های من خیلی واقعیه و گمانم این رنج تأثیرم میذاره رو فرآیند تربیت و رشد بچه. چه میشه کرد؟ چه جوری میشه این رنج رو مدیریت کرد؟ حالا هم پذیرفتش، هم یه جای کاهشش داد. ببین اینجا نگاه هاست متفاوته. من اسمشو میذارم معنا دادن. سوالم از خودت اینه که انسان بودن مگر چیزی جز رنج هست؟ این فلسفه زندگی برای شما چیه؟ برای من چیزی جز رنج کشیدن نیست. ما اومدیم که رنجمون رو و ما همانا شما رو در رنج آفریدیم. این معنا دادن است دیگه. یه جایی هست من با یه محمدی آشنا شدم، داشتیم میرفتیم یه سری کودکان اوتیسم رو تو شهر قم در واقع برای خانواده‌هاشون کارگاه بذاریم. بعد یه پدری همراه شد با ما، هیچ وقت یادم نمیره، یه محمد اوتیستیکی که هم اوتیسم، هم تشنج داره، هم درگیر CP، یعنی درگیر فلج مغزی و ناتوانی حرکتیه. مادر جدا شده رفته و که به خاطر شرایط و تحمل نکردن محیط. پدر مونده و محمدی که اون روز دارم تعریف میکنم نزدیک فکر کنم اگه ذهنم یاری کنه حدود
10-11 سالش بود و این چیزی هم که میگم مثلا برای 6-7 سال 8-9 سال پیشه. باباش با هم در واقع تو مسیر هم کلام که شدیم، گفت آقای خلیلی من روزی که برای محمد به دنیا اومد 1-2 سال میگفتم چرا من خیلی سخته واقعا این چرا منه برای خیلی معنی پیدا نمیکنه و تو انکار بودم نه این نیست. پرانتزم باز کنم، محمد درگیر سرطانم میشه، همون بچه فکر کن اصلا این رنج در رنج اصلا به من میگفتم بابا تو دیگه کی هستی. بعد آخرین جمله‌ای که بابای محمد به من گفت میدونی چی بود؟ گفت هر روز صبح که از خواب بیدار میشم میگم خدا رو شکر محمد رو به من دادی. خیلی سخت رسیدم به اینا، تک و توکم اتفاق میفته، نادرم هست ولی معنا داده بود. بابا محمد رو فرصتی برای رشد خودش در نظر گرفته بود. قطعاً پدر مادر شدن به عنوان بخشی از فرآیند رشد ما تعریف شد. یکی این فرصت از خودش میگیره، مثل دانشگاه رفتن، مثل ازدواج کردن. من اعتقادم اینه که ازدواج کردنم یه بخشی از مسیر رشد ماست، یه رشدی لازمه. حالا یکی این رشد به نحو احسن استفاده میکنه، یکی گند میزنه توش، ولی بازم یه فرایندی از مسیر ماست دیگه. پدر مادر شدن هم قطعاً چیزی جز رنج نیست و پدر مادر نشدن هم همون رنج است، یعنی هر دو رنجه، کلا رنج داستان. ولی فرقش اینه که من وقتی معنا میدم به این رنجه راحت تر کنار میام. من یکی از دوستان نزدیکم بچه دار شده بود، گفتم چه حسی داری؟ با هم شوخی میگم اصلا باور نمی‌کنم تو بابا شده باشی. میگفت ببین انگیزم برای جنگیدن بیشتر شده. قبلا میگفت حالا میگفتم حالا اوکی دیگه دارم شور زندگیه. آفرین. میگفت الان انگار بیشتر انگیزه دارم، انگار یه بهونه دارم برای اینکه بجنگم. چرا؟ چون یه نفر هست من مسئولیتش باهامه. داره رشد پیدا میکنه اون دوست من. و خیلی از مامان‌ها اگه بپرسی فکر میکنم جمله مشترکی که ازشون زیاد بشنوینه، از وقتی بچه دار شدیم انگار یه آدم دیگه ای شدیم. من تا دلت بخواد مثال دارم از دوروریای خودم. کسی که صبح 10-11 شب مامان رو میگم 10-11 صبح میخوابید، 2 میخوابید، بی مسئولیت بود، هیچ کاری نمیکرد، یعنی انگار زندگی رو میدیدی بیهوده. از وقتی این مامان شده اصلا انگار یه آدم دیگه شده. این به خاطر اون هورمون و اون در واقع بخشی از فرایند طبیعی و ذات و ایکس و ایگرگیه که فرصتیه برای تبدیل شدن به آدم دیگه. قطعاً هر آدمی تو مراحل زندگیش به قبل و بعد از بچه دار شدن تقسیم میشه. میتونه نقطه عطف باشد یا میتونه تا آخر عمر اون رو با این نگاه کنه، ای وای چه غلطی کردم بچه دار شدم. این نگاه هم همچنان تو بخشی از آدم‌ها هست، ولی بخشی ها حتی خانواده‌های خاصی که من کار میکنم، خاصی که میگم پر از مشقته، پر از رنجه، میگن اصلا چقدر خوب، چقدر باعث شده من بزرگ شم، چقدر بزرگ شد. نه فقط شکرگزاری، واقعا این اتفاق افتاده، تبدیل شدن به ورژن بهتری از خودشون. و من نگاه هم اینه که اگر بتونه کسی به این نگرشه برسه که بچه دار شدن اون رو تبدیل به ورژن بهتری از خودش میکنه، انگار فرصتی برای ظهور استعدادها، خب میتونه خیلی خوب معنا پیدا کنه و اون رنجه دیگه در کنار رنجش یه جاهایی یه شیرینیایی میده که قابل وصف نیست احتمالاً. خیلی هم عالی. یه ذره حس میکنم تو الان که گفتی کلا یادم اومد انقدر رو مادر متمرکز بودی، پدر در اون حاشیه بود. شاید واقعا هم همینه در 3 سال اول، نمیدونم، حالا یا ما غافل موندیم ازش یا واقعا یه ذره پدر تو 3 سال اول بیشتر همون پشتیبان مادره. نمیدونم چه جوریه، غافل موندیم ازش، جا مونده نقش پدر تو این ماجرا یا نه واقعا یه ذره در حاشیه تره. آره واقعیت همینه، پدر در حاشیه تره ولی میتونه حمایت‌های ویژه خودش رو جور دیگه نشون بده. مثلا تو اون دوره بارداری ما نقش پدر رو چه دیدیم؟ اونجا خیلی مهم بود، اونجا خیلی مهمترین ماموریتش. تو دوره 1000 روز نقش پدر چیه؟ اگه میخواد هزینه کنه الان وقتشه. این هزینه صرفا پولی نیست، یعنی هزینه تایم. یه جایی من از پول باید بگذرم که تو خونه باشم دیگه. اگر در توانم هست، شرایطم اجازه میده، حالا اشکال نداره یه دونه آپارتمان 80 متری مو نکنم، 2 تا آپارتمان 80 متری قائل بشم به این، چون الان فرصت اون آپارتمان 80 متری خیلی به درد آینده بچه من نمیخوره. آینده بچه من تو اون 2 ساعتی که من میتونم از سر کارم زودتر برگردم وقت بذارم. و اگه الان پدر مادری هم که اولویتم کارمه، با آمادگی ندارم، قطعاً تایم نذاشتن پدر میتونه مهمترین آسیب تو دوره 1000 روز باشه. بعد از اون چه جوری میتونه باشه؟ بعد از 1000 روز
حداقل کاری اینه که میتونه که همراهی کنه تو الگوهای تربیتی مامان. یعنی نشه یه تیم جدا بابا مامان یه تیم جدا. اگر مامان رو به عنوان یه مامان سالم کنار خودش به عنوان همسر سالم قبول دارد، اجازه بده مامان نقش موثرتری توی تربیت داشته باشه. جایی که لازم شد مامان بهش بگه الان تو این حرفو بزن، این کادو رو پشت دست مادر بازی کنه. اگر مامان رو قبول داره بله، اگر قبول نداره که از روانشناس استفاده کنن به یه توافقی برسن. من همیشه میگم کاش دو تا پدر مادرم دو تاشون هم اشتباه کنن، یکیشون اوکی باشه یکیشون اوکی نباشه سم‌تر است، خرابتره. پس بابا اگر همسر رو قبول داری به عنوان یه مادر، جایگاه براش قائلی، پشت دستش بازی کن. اگر قبول نداری از یه روانشناس کمک بگیرید، بالاخره به یه توافقی برسید تو مسائل تربیتی که یه الگو رو برید و بازم خیلی حساس نباشید که من همه چیز رو باید طبق الگوهای روانشناسی برم که اگر نرم مثال دلبستگیش میشه نایمین. دوستانم آخر صحبتمون یه ذره روی دیجیتال هم باز مانو بدیم چون واقعا موزل جدیه. روی رسانه‌های سوشال کلا مدیا بحث اسکرین تایمی که ما گفتیم ممنوع زیر 2 سال تا جایی که میشه. بعد از 2 سال استاندارد جهانی به ما میگه تا 5 سال 1 ساعت مجاز است. پس زیر 2 سال تا جایی که میشه ممنوع، 2 تا 5 سال 1 ساعت. اگه میخوای بچت رو تازه 2 زبانه کنی 3 سال به بعده که مجازی 1-2 ساعت CD زبان انگلیسی براش بذاری. بهترین حالتش اینه که تو مهد یاد بگیری، کلاس بره برای 2 زبانه شدن، فرانسه و انگلیسی رو یاد گرفتن. زبان دوم حالت در واقع خیلی منطقیش اینه که نهایت 1-2 ساعت کارتون ببینه انگلیسی که انگلیسی یاد بگیره. خیلی هم راحت یاد میگیره. مامان بابا 7 تا زیر 7 سالگی بچه‌ها حساب خوردن زبان دوم یاد میگیرن، اصلا هم سخت نیست. من و شما ایم الان سختمون زبان دوم تو سن زبان آموزی. پس هرس نخور که زیر 2 سال و زیر 3 سال عجله نکنن 2 سالگی بچه رو. تا 7 سالگی فرصت داری. یه بچه 4 ساله رو شما بذار توی محیط انگلیسی زبان در عرض 6 ماه حساب خوردن یاد میگیره اگر رشدش طبیعی بوده باشه. پس عجله نکن. و بعد در واقع ما بعد از فضای 5 سالگی دیگه تقریبا وارد فضای گیم میشویم. از اینجا به بعدی که ما تقریبا آثار 1000 روز رو هم میبینیم. اگر بچه من دلبستگی ناایمنی داشته باشه، اگر بچه من اون روند رشد طبیعی رو نداشته باشه، میره آروم آروم به سمت وابستگی به سمت گیم و محیط هم موثره. خب بچه‌ای که خواهر برادر داره فرصت کمتری داره، اصلا علاقه کمتری داره. بچه‌ای که توی محیط خیلی باز و پر از محرک زندگی میکنه احتمالاً علاقه بازم کمتری داره نسبت به بچه. مثلا من چند باری رفتم چابهار، توی یه روستایی می‌دیدم مثلا بغلشون دریا بود، خیلی برام جالب بود. چه تجربه گرانبهایی. یه روستایی هستی که اینورت کوه اونور دریا، بعد بچه‌ها میرفتن شنا می‌کردن، خیلی جالبه. تا بچه‌ای که اینجا از این کوچه به این کوچه دریا رو تو تلویزیون می‌بینه. توصیه که مثلا تو این سن باز دارم اینه که فرصت تو کوچه خیابون بودن حداقل از خودتون نگیرید. من چقدر در واقع اینو ناآگاهی یا محرومیت میدونم، پدری که یا مادری که از این پارکینگ به اون پارکینگ میرن. آقا یه جایی راه برو، یه جایی از این کوچه به اون کوچه برو. اگه مهد کودکتون 10 دقیقه است یه ذره زودتر پاشو پیاده برید. چه لزومی داره مهد کودک 10 دقیقه رو از این پارکینگ به اون پارکینگ بریم؟ یعنی کوچه خیابونی هم که الان داریم رو هم رها کردیم. یه پارک، یه بوستان کوچولی هم که سر کوچمون هم هیچکی نمیره، همه از این پارکینگ به این پارکینگ میرن. خب اینا کارایی خیلی ساده است. یا مثلا برای در اختیار قرار دادن سوشال، من اونجایی که برام جلب توجه کرد دیدم چقدر جالب، نمیدونم اون کلیپ کریستیانو رونالدو رو دیدید یا نه، که برای پسرش اومده بود یه شبکه اجتماعی باز کرده بود، بعد خب بالاخره معروفه دیگه، کلی فالوور پیدا کرده بود، بعد اومده بود گوشی گرفته بود، بعد کلیپی که داده گفت که من براش حد و مرز قائلم و بهش گفتم که تو نباید الان تجربه کنی فضای سوشال رو، چون توجه بیش از حدی میگیری که این توجه قطعا برای سازنده نیست، باید بجنگی، باید تلاش کنی. و تو فضای رشد بچه‌ها تو دنیای امروز ما بخوام یه تفاوت بین پسر و دختر قائل بشم، دخترهای ما آسیب پذیری بیشترین. تو اون آماری هم که اول اپیزود گفتم، آمار اختلالات روانی و عاطفی و ارتباطی دخترها بیشتره. نوجوان دختر امروز ما انزوای بیشتری نسبت به پسر دارد، اونم به خاطر زیسته و در واقع ذاتیه که داره. دختر توجه بیشتری میخواد، دختر نیاز به محبت بیشتری دارد، دختر خودشو بیشتر مقایسه میکنه. و شما فضای سوشال مثل اینستاگرام رو ببین، بازی مقایسه است، بازی رقابته، همش بازی رقابته. امیدوارم مثلا اون روزی داشتم در واقع موضوعی رو با دوستان صحبت می‌کردم، همینجوری فلبدا اومد تو ذهنم، گفتم اگه من جای دولت‌ها بودم یقه زاکربرگ رو میگفتم اینستاگرام تو باید جوری طراحی کنی چون نمیشه بست، باید باشد. ولی مثلا بگو تهش شما 1000 تا فالوور میتونی داشته باشی،
اگر زور هم میرسی، ولی قطعا اون مانیه اینقدر جذابه که حتی دولت هم حاضر نیستن از این منافع بگذرن. ولی آسیب هست، آسیب جدیه برای دختر نوجوان ما. فضای اینستاگرامی که با یه دکمه وارد میشه، وارد یه گروه میشه، بعد اون در واقع حالا چه میدونم اینفلوئنسر خودشو میبینه، مقایسه میکنه، اصلا نمیتونه. برای پسرام آسیب هستا، ولی شکلش متفاوته. برای بزرگسال هم هست. ما خب خیلی وقت جایگاهمون دیگه داریم، ولی نوجوانی رو من الان تا دلتون بخواد زیاد میبینم تو دوروریام این برانور که وقتی میرم این واقعا مشکل ارتباط دارد، اعتماد به نفس داغون، عزت نفس داغون. خانواده آگاه نیست که خود همین فضای سوشالی مثل اینستاگرام میتونه واقعا آسیب باشه. پس قانون بذارید، یعنی به عنوان ارزش در نظر بگیرید. یادت مثلا تو این کلیپ‌ها دیدیم مثلا قبیله‌های آفریقایی میخوان یه پسر رو زن بدن، میگن از رو گاوه مثلا باید بپره، یه جشنی میگیرن، یه داستانی دارن دیگه. اوکی، بعد همینو میتونیم مثلا ازش الگو بگیریم، مثلا تبدیل به جشن کنیم که الان ما به مرحله رسیدیم که تو میتونی اینستاگرام نصب کنی. فکر کنم دیروز پریروز بود تو خبرها خوندم که خود یکی از ایالت‌های آمریکا، استرالیا خیلی زودتر شنیده بودم، آمریکا هم خوشبختانه اومدن برای اینکه شما اینستاگرام یا تیک تاک یکی از اینا نصب کنی باید هویتت تو مشخص بشه و زیر 15 یا 18 سال اجازه نمیدن و خیلی حرکت خوبیه، چون اونا زودتر رسیدن به آسیب‌هاشو، عدد دارن، فهمیدن که نمیارزه اینقدر منافع و بنفیت مالی به این همه آسیبی که داره به نسل امروز ما میزنه. امیدواری ما این میتونه باشه که یه قاعده و قانونیه، ولی ما زودتر میتونیم. ولی اگر الان به این آگاهی رسیدیم که سوشال برای بچه زیر 18 سال ما آسیب است، یه تدارکی میبینیم، یه جشنی میگیریم، مثلا مهمونا رو دعوت میکنیم و تبدیل میکنیم. مثلا چجوری میرفتیم سربازی آشی میپختن برامون، یه آشی بپزیم، یه کاری کنیم، تبدیل کنیم اینو به یه فرهنگی که تو رسیدی به مرحله‌ای که میتونی یه شبکه اجتماعی برای خودت نصب داشته باشی و بذاریم کودک ما تو کوچه، خیابون، بافت، هر چقدر که توانمون میرسه تجربه کنه. خودمون رو دور نکنیم از رابطه‌های فامیلی. ما شاید نقطه قوتی که تو فرهنگ ایرانی داریم خانواده است، به این راحتی از دست ندیم. ما داریم مسیر اونا رو میریم، ما مسیر غرب رو میریم تو پاشیدن خانواده، گرچه که اونا الان دارن روی این کار میکنن. ما دیگه حداقل اینقدر سریع به همین راحتی به این ارزونی از دست ندیم این کلونی فامیلامون رو. رفت آمد تا جایی که میشه حفظ کنیم، ارتباط رو حفظ کنیم و برای در واقع این مسائلی مثل سوشال اینا نسبتاً سختگیر باشیم، ولی باید جبرانش هم بکنیم. این که من به خودم صبح تا شب توی فضای سوشال باشم، هیچ تدارکی نبینم و غیره، کمکی نمیکنه. من یادم چند وقت پیش یه کلیپی درست کرده بودم با اینو، ما چجوری میتونیم تلویزیون رو بگیریم. یکی از ایده‌هاش این بود یه روزو اختصاص بدید به فضای بدون سوشال برای خانواده. بابا گوشیتو بذار جلو در، مامان بذار جلو در، یعنی یه قابی درست می‌کنن، یه مسلکیه، یه انگار یه فرهنگه. بعد روز سه شنبه‌های بدون گوشی داریم، هیچ کسی حق نداره، بابا و مامان. خب بچه میفهمه این رو. تو این وقتی محیط بزرگ بشه راحت‌تر میشه به کودک بقبولونیم که تو الان وقت گوشی گرفتن به دست نیستی. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. من خیلی یاد گرفتم، خیلی برام جذاب بود، بیش از اون چه انتظار داشتم. فوق‌العاده بود. با بخشی از حرفا موافق بودم، با بخشیشم نبودم، با بخشی کمترش موافق نبودم و خیلی نکات جالبی داشت. اگر یه روز بخوام بچه دار بشم حتما بهش توجه میکنم. چیزی که جانم موند، نه من تقریبا هر آن چیزی که باید گفته میشد رو گفتم. خروجی فکر میکنم گفتگوی امروز ما ایدئالش اینه که خانواده ما آگاه بشه و این آگاهی رو تبدیل به یه گفتمان بکنه بین خودش، یعنی به یه مامان دیگه‌ای بگه ببین این بچه الان شاید خوبی نداره. این فکر میکنم خیلی خروج خوبی باشه که حتی اگر من میتونم یه مامان دیگر رو، یه پدر دیگر رو آگاه کنم. اگه خانواده تصمیم گرفته ازدواج در واقع بچه دار بشه، حداقل با یک کلیدواژه 1000 روز طلای آشنا بشه، یه سرچ ساده بکنه. این فکر میکنم در واقع به صورت شبکه‌ای دستاورد خروجی خوب و ایدئالیه که میتونه تو این گفتگو شکل بگیره. آره اگه چیزایی هم جا مونده باشه من استقبال میکنم که یک بار دیگه صحبت کنیم. 3 قسمت صحبت کردیم. اون چیزی که من در هر 3 قسمت از حرفای شما فهمیدم این بود که روند رشد طبیعی فرزند رو مختل نکنیم. این بازی که بازی بچه دار شدنه
بازیگر نقش اولش مادره و پدر حامی جدیه و تنها جایی که ما شاید که نه حتما باید ورود کنیم، ورود خارج از روند طبیعی بکنیم، جاییه که بچه محدودیتی از نظر جسمی یا شناختی داره و نیاز به حمایت‌هایی بیش از حمایت‌های معمول داره. و البته یاد گرفتم که بازی چه نیست، بازی آینده، زندگی آینده است. دیگه بیش از این حرفو کش نمیدم و حرف رو تکرار نمی کنم، چون خیلی بهتر از من جمع‌بندی کردی و به جای خیلی خوبی رسیدیم. امیدوارم که یه مدت دیگه دوباره بشین با هم حرف بزنیم. من لذت بردم. متشکرم از دعوتت. فقط یه نکته پایانی به عنوان جمله آخر بخوام بگم. اون چیزی که بین من و تو الان به عنوان گفتگو شکل گرفت یه هدف بیشتر نداشت. ایجاد فضایی که یه جریانی باشه و خانواده بشینن در مورد بحث بچه دار شدن نشدن، 1000 روزه طلایی و بعدش صحبت بکنن. هدف این بود. و اون چیزی که گاهن از سمت من به عنوان در واقع نقل قول یا نظر من بیان شد، قطعاً حاصل تجربیات شخصی خود من بدون نگاه تخصصی، گاهن تجربه زیسته من بوده و کار و تجربه بالین من به عنوان یک گفتار درمانگر بوده. گفتار درمانگری که تخصصی داره روی کلیدواژه اوتیسم کار میکنه، با این بچه‌ها با این خانواده کار کرده و قطعا میتونه یه جاهایی تناقض ایجاد بشه. و همینطور نکته در واقع پایانی، اون چیزی هم که از سمت من گفته شده قطعا حرف امروز منه. اگر من بخوام پس فردام دوباره حرف امروزم تکرار کنم، هیچ رشدی منم نداشتم. رشد وقتیه که تغییر باشه. پس فرداست. اون چیزی که امروز گفته شده فقط حرف امروز و الان.